فرزاد مجیدی باید بازی رو آغاز کنه برای علیرضا اکبرپور. گوشه زمین سانتو روی دروازه، سانت خوب از همه عبور میکنه. گیلاوری روی پای چپش هست، حالا سانت میکنه برای عنایتی. ضربه سر کریم باقری بوده. منصوریان یه ضربه ناقص و این توپ که توی دروازه قرار میگیره. گل برای تیم استقلال توسط رضا عنایتی رقم میکنه. با هم نگاه میکنه، این سانتر گیلاوری هست. کریم باقری توپ برگردون، ضربه منصوریان روی پاش جفتجور نشد. این ضربه اکبرپور داد، این ضربه رو رضا عنایتی. لحظه به لحظه داره بیشتر میشه. تعداد کورنرهای این تیم 2 برابر استقلال شده. سانت روی دروازه از روی سر سهراب انتظاری عبور میکنه و گل تصاویر چه کسی میزنه. شیس رضایی دروازه حریف رو باز میکنه. اصلا نگاه کنید، این سانتر رضا جباری است. اونجا توپ به شکل نامشخص به عنایتی برخورد کرد. رضایی خوب پرید. جواد کاظمیان پشت توپ قرار گرفته، ضربه رو میزنه به دهانه دروازه و گل دوم برای تیم پیروزی زده میشه. پیروزی 2 استقلال 1. سهراب انتظاری، سانتر عالی جواد کاظمیان و این ضربه سر از سهراب انتظاری. فرزاد مجیدی پشت توپ، سانتر روی دروازه، موقع تیم استقلال محمود فکری و گل دوم رو محمود فکری میزنه. یک ضربه دیدنی از محمود فکری. داوود عقدو، سانتور روی دروازه، ضربه اول و توپی که به فرزاد مجیدی میرسه. سانتور روی دروازه، یک ضربه سر و گل سوم با تیم استقلال توسط پیروز قربانی میزنه.